بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. یاران و دوستداران بزم شاعران، شاعران، هنرمندان و گویندگان بزم شاعران برانند که در آخرین برنامه سال 1345 به مدد طبع سخنگو و سرانگشت هنرمندانه و بیان گرم خود در شما شور و نشاطی برانگیزند. شاعران ما عبارتند از آقایان دکتر خسرو فرشیدورد، غلام حسین جواهری و خواننده ما آقای ایرج و نوازندگان ما آقایان منصور سارمی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و محمد اسماعیلی هستند. گویندگان بزم خانم پژوهش و آقای رضایان و تهیه کننده برنامه هم آقای عبدالحسین فهیم هستند. خب حالا از آقای دکتر فرشیدورد شروع می‌کنیم. آقای دکتر فرشیدورد باز هم در این برنامه شرکت داشتند و گفتیم که ایشان استادیار دانشکده ادبیات اصفهان هستند. آقای دکتر؟ بله. اشتباه نکردم؟ خواهش می‌کنم. خب حالا با توضیح خودتون که می‌فرمایید شعرتون هم بفرمایید. اگر توضیحی دارید، از اصفهان سوغاتی دارید، شعر تازه‌ای دارید، هر چی دارید. بله، آنطور که فرمودید من سومین باره که در این برنامه شرکت میکنم و خیلی متشکرم از این لطفی که شده است نسبت به من. و دو قطعه شعر دارم که یکیش رو خودم میخونم و یکیش رو هم از خانم پژوهش خواهش میکنم ما ازشون استدعا میکنیم خواهش میکنم با صدای گرم خودشون قرائت بفرمایید. خواهش میکنم. این عنوان قطعه شعر اولتون چی هست آقای دکتر؟ قطعه شعر غزلی است به نام به یاد تو هستم. به یاد تو هستم. من به یاد شما هستم آقای دکتر. خواهش می‌کنم. خیال آفرینا به یاد تو هستم، همیشه به هر جا به یاد تو هستم. کتابی است جان من از خاطراتت، به شعری دلارا به یاد تو هستم. گل از روی تو وام کرده است خوبی، چو بویم گلی را به یاد تو هستم. چو موج خیالت خرامد به سویم، شوم غرق رویا به یاد تو هستم. چو گلبرگ سیمین مهتاب شبها، بریزد به صحرا به یاد تو هستم. چو خوانم کتابی ز اسرار هستی، و یا شعر زیبا به یاد تو هستم. چو کهسار بر سر نهد تاج زرین، کند خنده دنیا. چو کهسار بر سر نهد تاج زرین، کند خنده دنیا به یاد تو هستم. چو جانم بنوشد نوایی گوارا، ز سازی خوش آوا به یاد تو هستم. چو زاری کند آسمان روز باران، کنم دیده دریا به یاد تو هستم. خیال آفرینا تو هم یاد من کن، که تنها و تنها به یاد تو هستم. حالا برای اینکه بدونید که گویندگان سهم عظیمی در پروراندن شعر دارند، حالا باید شعر خودتون رو از زبان خانم پژوهش بشنوید ببینید چقدر لطف بهش میدن. خواهش میکنم آقای سهیلی. من در این حالا که این فرمودید، من در این زمینه یک شعری ساختم که یک بیتش خاطرمه که در وصف همین گویندگانی که جلوه‌ای میدن به سخن شاعر. صحیح. جلوه شعر من از سحر بیان تو بود، یک جهان سحر نهان در سخنان تو بود. بسیار. باید خانم پژوهش تشکر بکنن. بله تشکر. حالا من اصلا خجالت میکشم تشکر کنم.
خب آیه ملک هم ساز خودشون رو کوک کردند و مثل که آماده هستند که خانم پژوهش رو در شعر آقای دکتر یاری کنند. بله بله. خواهش میکنم آقای ملک. بله شروع بفرمایید. محبت بفرمایید. آمدم ای نازنین تا بوسه بارانت کنم. آمدم ای نازنین تا بوسه بارانت کنم. آمدم تا بار دیگر جان به قربانت کنم. آمدم تا شعر سعدی را ببینم در رخت، تا ز جام شعر حافظ مست و حیرانت کنم. آمدم تا بشکفانی غنچه شعرم ز نو، تا غزل گویم نمایی تا غزل خوانت کنم. آمدم ماها که با جادوی نقاش خیال خوشتر از نقش دلاویز گلستانت کنم. آمدم ای گل ببویم پای تا سر پیکرت. آمدم تا در حریر بوسه پنهانت کنم. بسیار بسیار لطیف. آمدم تا با شراب بوسه مهمانم کنی، تا به باغ دلکش آغوش مهمانت کنم. آمدم چینم گل نیلوفر پیراهنت. آمدم تا چون عروس ماه عریانت کنم. آمدم ای عمر شیرینم بمیرم در برت. آمدم عشقت کنم روحت کنم جانت کنم. خسرو آمد از سفر مدهوش و مست عشق تو. آمدم آری که تا شیرین دورانت کنم. آفرین 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 آفرین. آقای رضاییان، قطعه شعری هست تحت عنوان شب بهار از شاعری آلمانی که از شما خواهش میکنم به مناسبت این که نزدیک بهار است و به هر حال شب بهاره. بله بله. شما این قطعه شعر لطیف رو بیان بفرمایید. با کمال میل. خیلی اولین گلهای خفته سر از خاک بیرون کرده‌اند. میان ابرها فریاد پرندگانی که از سفر زمستانی بازگشتند بلند است. دلم میخواهد از خوشحالی فریاد بزنم. دلم میخواهد بی اختیار گریه کنم. راستی آیا آنچه میبینم راست است؟ آیا ممکن است رویای کهن در دل شب ناگهان تحقق یافته باشد؟ ماه و اختران در آسمان لبخند میزنند و میگویند آری. گلهای سرخ زمزمه کنان و بلبل سحری فریاد زنان تکرار میکنند آخر امشب بهار آمده است.
خب حالا میپردازیم به سازی و آوازی و نغمه‌ای و نغمه پردازی. آقای ایرج بفرمایید. شما خودتون بفرمایید. آوازی که امروز میخواید بخونید دوستانتون معرفی بفرمایید، همکارانتون رو توضیح درباره آوازتون بدید. بنده امروز چند بیت شعر از حافظ در مایه افشاری میخونم. البته همکاران بنده آقای فرهنگ شریف، آقای اسدالله ملک، آقای اسماعیلی هم با ضرب هستن. آقای سالمین زیر شعر میزنید. خیلی خوب، هر جوری دوست دارید. پس دیگه توضیح هم ندارید؟ نه خیر، ما آماده برای شنیدن و شنوندگان هم حاضریم. پس لطفاً چون نزدیک بهاره آقای ایرج شعر شاد حافظه بخونید. چشم. بوی بهار توش بده. خواهش میکنم. گلبن عشق میدمد، گلبن عشق میدمد، ساقی گل عذار کو جانم، باد بهار میوزد، باد بهار میوزد، باده خوشگوار کو محبوب من همان جان،
همی کند ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو
محبوب من خب حالا میپردازیم به شعر آقای وجدی یا آقای جواهری. کدوم آقای جواهری؟ فرق میکنه، بنده خانوادگیم جواهری، تخلصم وجدی. نام شاعرانتون وجدی. حالا ما عرض میکنیم آقای وجدی. بله. این الطاف از ساقیان چریق هرچی بفرمایید. عرض به حضورتون اگر مطلبی دارید آقا قبل از اینکه، برای اینکه خیلی اوریان نباشه خوندن شعر و یه پیرایه‌ای هم داشته باشه، اگر مطلبی دارید بفرمایید، اگر نه که شعرتون رو بفرمایید. حالا بنده عرضی ندارم، برای اینکه شعر هر شاعری معرف ذوق و روح اوست که من عرض نکردم که انگیزتون درباره شعر بفرمایید. عرض کردم اگر قبلا صحبتی هم دارید بفرمایید، اگر جنبه طیبتی، مزاحی، شوخی. بله، از اینکه خب هیچ شاعری نیست که در دوره زندگیش با دوستانش مصاحبتی، مناظری چیزی نداشته باشه. به اصطلاح جنبه اخوانی و اخوانیات. ما با آقای اوستا که مکرر در این برنامه هم شرکت کردن، مهرداد اوستا، بله یه خاطره کوچیکی هست که عرض میکنم. در عید گذشته بود، ایشون از سفر اروپا براش یک کرواتی فرستاده بودن. ایشون بنا به سابقه محبتی که با من داشتن اون کروات رو عیناً به من هدیه کردن و یه شعری هم متضمن اون فرستاده بودن. بنده رباعی آقای اوستا رو میخونم و جوابی هم عرض کردم. خواهش کنم. ای وجدی محبوب من، ای جان عزیز، بر خوان وفای دل چو مهمان عزیز. هرچند که تحفه ها عزیزند، ولی هستند عزیزتر به یاران عزیز. بنده ضمن تشکر این رباعی رو ساختم و برای ایشون فرستادم. ای عاطفتت فزونتر از تقریرم، کردی به وفای خویش در زنجیرم. امروز کراوات قشنگ تو رسید، شد بند محبت تو گردنگیرم. بسیار خوب. گردنگیر اینجا شاعر دیگه اتفاقا داره بیتی میگوید که یک کراوات هدیه داد به من، گردنم زیر بار منت اوست. بله. و به هر حال مثل این که حالا این مطلب رو گفتید باز امسال کراواتی برسه نزدیک ایده. بله. از کرامت آقای اوستا بعید نیست. خب حالا پس درباره شعرتون توضیح بفرمایید. بنده خب اشعار مختلف و گوناگونی داشتم، ولی قطع شعری هست که چون از نظر محتوی به نظر خود بنده قدری بالاتر بود، قدری هم به اصطلاح جنبه‌های عرفانی داشت، عرض میکنم. خواهش میکنیم هر طوری که بله. یه قطع شعری است به نام احساستون هست و اندیشتون ما هم قبول داریم. متشکرم. به نام نشناختم تو را. یا رب به قدر تو نشناختم تو را، در حد فکر کوته خود ساختم تو را. تا خلق را فریب دهم از ره هوس، صد جا میان معرکه انداختم تو را. گاهی به بام مسجد و گه بر فراز دیر، دادم ندای یا رب و افراختم تو را. گفتم که بر سرایر کونین واقفی، اما به نرد بی خبری باختم تو را. تصویری از قیاس و گمان داشتم به سر، که از آب و رنگ واهمه پرداختم تو را. دردیست درد غفلت و رنجیست درد جهل، افسوس با تو بودم و نشناختم تو را. بسیار بسیار خوب. بسیار خوب. پیش از آن که برنامه رو به پایان ببریم اجازه میخواهم عرض کنم که عده‌ای از شنوندگان به بنده نوشته بودند که یک بار دیگر اشعار آقایان بهادر یگانه و شهرآشوب رو بخوانید و توضیحی درباره آن بدید. حق به جانب این دسته از شنوندگان هست، چون بنده در هفته دوم که نتیجه مسابقه رو اعلام کردم اشعار رو دوباره نخوندم. هفته اول خونده بودم بدون نام شاعر و شنوندگان نمیدانند که شعر از کی بود. باید عرض بکنم
یک رباعی داشتیم با کلمات کشتی، طوفان، موج، گرداب که آقای بهادر یگانه این رباعی رو با این کلمات ساخته بودند. چون کشتی طوفان زده در گردابم، مانند حباب روی موج آبم. گرداب شدم ز بس به خود میپیچم، موجم که چو موی او به پیچ و تابم. با همین کلمات آقای شهرآشوب این رباعی رو ساخته بودند. ساقی به کفار کشتی باده ناب، وین غرقه طوفان بلا را دریاب. گر موج ز طوفان برهاند بازم، مشکل که کشم رخت برون از گرداب. البته به داوری چند شاعر رباعی آقای یگانه فصیح‌تر تشخیص داده شد و برنده رباعی اول آقای یگانه شدند. با کلمات گرز، آتش، کاسه، میخ که عرض کردیم کلماتی هست متنافر و دور از هم، آقای بهادر یگانه این رباعی رو سروده بودند. با گرز غمش ز هستیم گرد انگیخت، در کاسه من به جای می آتش ریخت. دل در غم او چو میخ پا بر جا بود، سرکوفته شد ولی ز کویش نگریخت. آقای شهرآشوب با همین کلمات این رباعی رو سرودند. گیرم که در آتش است پا تا سر ما، چون کاسه بشکسته بود پیکر ما. استاده چو میخ بر سر پیمانیم، هر چند که 100 گرز خورد بر سر ما. در رباعی دوم، رباعی آقای شهرآشوب فصیح‌تر و پیوند کلمات مربوط‌تر تشخیص داده شد و با داوری همون دست از شاعران برنده رباعی دوم شدند. بدین ترتیب هر دو رو مساوی اعلام کردیم و جایزه‌ای به هر یک از آقایان تقدیم نمودیم. یاران و شنوندگان صاحب دل، برنامه ما بدینجا به پایان میرسد و همونطور که عرض شد این برنامه آخرین برنامه سال 1345 بود. بهروزی شما آرزوی ماست و آرزومندیم با دل خوش به استقبال سال نو بروید. بخت یار شما و دست حق نگهدار شما باد.